سلام علیکم آقای انصاری. خیلی از برنامه شما سپاسگزارم و من از تاجیکستان تماس میگیرم. این تاجیکستان بعضی نفرهای پیدا شدن که میگویند اونها یعنی سر لیکن در سرشون یک کلاهی نمیگذارن، اونها متکبرن، هر سخنی بدی زیر شما حرف میزنن. برای همین ها یک پیام میفرستاده که دوباره این حرفا زیر شما نزنن. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد انصاری برادر عزیز، الله شما را جزای خیر تیه. من بنده از تاجیکستان هستم. نام من عبدالرحمن است. برادر عزیز، حال آن ما نوار تماشا داریم که شما وای سخنرانی کرده استودین. حاضر درباره خالد ابن ولید شما سخنرانی کردید که بر مقابل ریم نصرانی ها که اینها 3000 بودن، خالد ابن ولید و آنها بیش از 100,000 که این هم یک چیزی هست که یک کار غیر عادی است. مقصد که 3000 بر مقابل 100,000. اما در همین حاضرها ما می‌بینیم که همین کارها در شام و عراق صورت میگیرد.